ساکن ناحیه جبار رسولوف شیرزاد نورمامدوف که از وی عضو فعال جنبش اسلامی ازبکستان نام برده می شود به جرم قصد ترکانیدن بینای پلیس و دادستانی محلی زیستش به 20 سال زندان محکوم شد. دادگاه ولایت سوخت همچنین انعامجان سعید مرادوف و آزادجان خوجمبردیف دو همراه او را 10 سالی از آزادی محروم نمود. دادرس دادگاه ولایت سوخت میرزا شریف حاجیزاده روز 4 اکتبر گفت که شیرزاد نورمامدوف سردار گروه بود و دستور جهاد و ترکانیدن بینای پلیس و دادستانی ناحیه جبار رسولوف را در مسکو از امیر جنبش اسلامی ازبکستان گرفته است. به قول دادرس این ساکن ناحیه جبار رسولوف با نیت اجرای طرح ترکیش آخر سال گذشته به تاجیکستان آمد و 31 ینور بازداشت شد. حاجیزاده افزود که دادگاه نورمامدوف را طبق 5 ماده کودکس جنایی از جمله تروریسم، تیاری به جنایت و سوء قصد جنایت عیبدار دانست. او مهلت جزا را در زندان نظامش مخصوص سپری خواهد کرد. تا حال خانواده این افراد درباره قضیه بازداشت و حکم شیرزاد نورمامدوف و همراهانش چیزی نگفتند. معلوم نیست که آنها از بالای این حکم دادگاه شکایت برده‌اند یا نه. نرگس یعقوبا و وکیل دفاعی شیرزاد نورمامدوف به دلیل آنکه پرونده در دادگاه پس درهای بسته بررسی شد نخواست درباره نفر تحت حمایتش و موقع او در دادگاه صحبت کند. ولی به گفته مقامات دادگاه شیرزاد نورمامدوف در جریان مرافعه پروندهش گفته است که قصد ترکانیدن بناهای پلیس و دادستانی را در سر نداشت و برای صادر این جنایت‌ها آمادگی نمیدید. او گفته است نشاندادهایش در این باره در جریان تفتیش پیشکی پرونده نیز درست نیست. ولی دادگاه این ادعای نورمامدوف را به خاطر گریز از جوابگری دانسته قبول نکرده است. تحفه‌نسا رحیمова و وکیل دفاعی آزادجان خوجمبردیف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که زیر حمایه اش و همدهی او انعامجان سعید مرادوف محکوم شده دیگر به طرحریزی ترکش ها و آمادگی به آن همراه نبودند. اصد آنکه وقت شنده همون حسی و امیر معرفه یک داچه و نگشتگی همون داچه و قطی بود گفته یادگیش فروختگی قطی من خوندگی بود گفته. مقامات دادگاه میگویند در مورد راه اندازی قصد ترکش ها در ناحیه جبار رسولوف دلیل های قوی در دست دارند. از جمله به گفته آنها نورمامدوف در صحبت های تلفنی با شریک قرغیزش از مواد ترکنده طبق مصلحت قبلیشان سیب، آب و هوا و همان چیز نام برده است.